وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از شهروندان خواسته است از 25 می تا 25 ایول امسال از سفر به 11 شهر و ولایت‌های روسیه موقتا خودداری کنند یا اگر کاری مهمی دارند مسئله ثبت نام یا به قید گذاشتن خود را از قبل برنامه‌ریزی کنند. مسئولان وزارت گفتند از 25 می تا آخر ماه ایول در روسیه جام جهانی فوتبال برگزار می شود و ثبت نام و تفتیش خارجیان از جمله تاجیک‌ها بسیار سخت خواهد شد. یک مقام وزارت روز 27 ینور بر رادیو آزادی گفت این شهرهای سنت پتربورگ، یکاترینبورگ، قزان، کالینینگراد، نیژنی نوگورود، راستاو لبیدون، سامارا، والگوگراد، سارانسک و سوچی است. مصاحب ما افزود در 2 ماه فصل تابستان مهاجران وظیفه دارند برای بود و باش موقتی، دائمی یا کار در طول یک شبانه روز خود را ثبت نام کنند. در شرایط عادی این مهلت 15 روز را در بر میگیرد. بنابراین به ساکنان تاجیکستان توصیه می شود که تا شروع جام جهانی فوتبال مسئله ثبت نام خود را در روسیه انجام دهند. به ضرورت به این شهرها نروند، زیرا تدابیر امنیتی را سخت می کنند و یک خطای ناچیز می تواند سبب به جوابگری کشیدن مهاجر یا راندن او از روسیه شود. نمایندگی وزارت مهاجرت و مهنت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه گفت که زمان برگزاری جام جهانی فوتبال در 11 شهر روسیه ثبت نام شهروندان خارجی توسط پشت یا مرکزهای مهاجرتی موقتا قطع کرده می شود. قبلا کریم جان یاروف مدافع حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بر رادیو آزادی گفت که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روسیه و جام جهانی فوتبال مهاجران با مشکل زیاد روبرو می شوند. آنها مجبور می شوند در 24 ساعت خود را ثبت نام کنند یا به قید گذارند. این عملا ناممکن است و برای همین به مهاجران گفتنی هستم که پیش از سفر به روسیه اول جای خود را یافته مانند که ثبتشان آسان شود، میگوید کریم جان یاروف. هر سال تا 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان برای دریافت رزق و روزی به روسیه می روند. حامیان حقوق می گویند که در 2 سال اخیر وضع مهاجران در روسیه بدتر شده است.